آنر به تازگی یه میان رده وارد بازار کرده که تبلیغات زیادی هم براش شده. حالا میخوام ببینم با قیمتی که داره آیا میشه باهاش بازی کرد یا نه. مهمان امروز ما آنر 9A هست با قیمت 4 میلیون تا 4 میلیون و 500 و میخوایم ببینیم که میتونه از پس بازی‌های ترندی مثل PUBG موبایل، Call of Duty Modern Warfare، آسفالت 9، وینگلوری که هر کدوم یه سبک متفاوت هستن بر بیاد یا خیر. با من همراه باشید. اما قبل از اینکه شروع کنیم مطمئن باشید کانال من در یوتیوب سابسکرایب میکنید، روی دکمه زنگوله میزنید، گزینه آل رو انتخاب میکنید، چرا که هر روز و هر شب ویدیو دارم. صبحها خبر امروز، شبها یه ویدیو جذاب مثل همین ویدیو. یادتون نره صفحه اینستاگرام من فالو کنیم و بزنیم بریم. امکانات کلیدی که برای هر گیمری تو این گوشی میتونه مفید باشه چیپست هلیو P22 که در مورد قدرتش حرفی نمیزنم و تو ویدیو خودتون متوجه میشید. دمایشگر بزرگ 6.3 اینچی IPS LCD، باتری عظیم 5000 میلی آمپر ساعتی که با استفاده از یک کابل OTG میتونید گوشی و گجت های دیگر مثل پاور بانک باهاش شارژ کنید. جک هدفون 3.5 میلیمتری داره که به همراه جعبه گوشی یک ایرفون خیلی معمولی هم عرضه میشه. قیمتش 4 تا 4.5 میلیونه. متاسفانه وضعیت بازار خیلی بد شده. این گوشی تا همین هفته پیش یعنی 10 تا 15 شهریور ماه قیمتش بین 3300 تا 3400 بود. البته همه ی محصولات قیمتشون افزایش داشته و این تلاطم بازار خیلی نگران کننده است. آنر 9A 3 تا رقیب داره. ردمی 8، گلکسی A11 که از این دوتا برتری داره. اما یه رقیب دیگه داره که کمی گرونتره و اون ردمی 9 هست با رزولوشن بالاتر و نمایشگر، چیپست قوی‌تر، پشتیبانی از خدمات گوگل. و از اینها بگذریم بریم ببینیم میشه با آنر 9A گیم زد. انتخابات ترندترین های حال حاضر هستند. تو شوتینگ و بتل رویال، PUBG موبایل و Call of Duty Modern Warfare. نسخه لایت هم گذاشتم که اگر PUBG موبایل رو اجرا نکرد اون رو اجرا کنیم. تو رانندگی آسفالت 9 Legends و ریل ریسینگ. تو بتل آرنا وینگلوری که تو سبک خودش سنگین ترین از نظر گرافیکی. خب زمانی که بازی شروع کردیم 53% ظرفیت باتری داشتم و با PUBG موبایل تست رو آغاز کنیم. تو بخش تنظیمات از نظر فریم ریت لو و مدیوم رو داریم. تو بخش گرافیک هم اسموث و بالانس. من برای PUBG از یه گجت خیلی ساده استفاده کردم. برم کنترلش رو تنظیم کنم و بعدش بریم سراغ بازی. بازی لگ داره اما اذیت کننده نیست. گرافیک مطلوب بهم سایه حالش میکنه. من پلیر خوبی برای گوشی موبایل نیستم و خواهشم بهم گیر ندید که نوبی. گرافیک اینجا تلالو خورشید یکم کمتر شده، تکسچر هواپیما کمتر شده. حقیقتا بگم از اون چیزی که انتظار داشتم بهتر داره عمل میکنه و برام جذابه. گرافیک دوست داشتنیه. رزولوشن نمایشگر با اینکه فول اچ دی نیست اما باز هم خوبه. رنگ ها جذابن. روشنایی نمایشگر خوبه. این گرنجی که تو تصویر میبینید مال نمایشگر نیست، مال نداشتن سنسور آنتی آنالایزینگ دوربین منه. شما یه موقع به خودتون نگیرین که این گوشی این شکلیه. باته شاید کجاست؟ کجایی؟ بیا بیرون. آها برو برای لود. اصلا نفهمیدم چی شد ولی خب بازی PUBG دیدیم. خب گوشی داغ کرده، نمیشه بگیم داغ نیست اما اذیت کننده نیست. خدمتتون عرض کنم که توی یک راند PUBG که چیزی حدود 30 دقیقه طول کشید باتری به 38% رسید. من بازی PUBG موبایل لایت هم نصب کردم برای اینکه اگر زمانی PUBG موبایل اصلی نتونست روی این گوشی خوب اجرا بشه بریم سراغ لایت. اما همونطوری که دیدین خیلی عملکرد خوبی هم داشت. خب بریم سراغ یه بازی دیگه تا اون دانلود میشه. آسفالت 9. آسفالت 9 رو گوشی های هواوی اجرا نمیشه به خاطر اینکه نیازمند گوگل پلی سرویسه. بذارید من گوشی رو پاک کنم. این بازی هیچی اما ریل ریسینگ بازی محبوب خفن درایوینگ از ای گیمز. شبیه آسفالت 9 نیست ولی خب جذابیت خاص خودشو داره. حجم صدا خوب بود در بازی PUBG و لذت بخش بود باهاش بازی کردن. کنفرم.
و بله روی ریسینگ هم اجرا نمیشه. آها شما نمیتونید آنلاین بازیش بکنید و نمیتونید به اکانتتون دسترسی داشته باشید. بازی روون داره اجرا میشه. فریم ریت گاهن میبینیم کاهش پیدا، کلا فریم ریت بازی 30 فکر نکنم باشه، ولی لذت بخشه و کار آدمو حسابی راه میندازه. من نظرم راجع به این گوشی کاملا عوض شده. اول فکر میکردم اصلا گوشی خوبی نیست، اما الان که دارم باش کار میکنم خیلی راضیم. برای قیمتی که داره و افرادی که بودجه کمی میخوان بابت گوشی پرداخت کنن خیلی گزینه مناسبیه. Yes. گوشی از نظر داغ کردن در حد میانه‌ای بود، کمتر از پابجی داغ کرد. مصرف باتری هم چیزی حدود 15% بود و به صورت کلی عملکردش در آسفالت 9 راضی کننده بود. یک کمی همه چی تو این دستگاه کند اتفاق میفته تا بازی اجرا بشه، ولی وقتی اجرا میشه دیگه کارتون رو راه میندازه و البته باید به قیمتش هم نگاه کنید. با قیمتی که داره خیلی راضی کننده است عمل کرد. اوکی میگه این کار بکن. اوکی او چه روونه بازی از اون چیزی که فکر میکردم نسبت به پابجی روون تره. پینگ 63-79 خوبه پینگ. اوکی select let's go. نه seriously خب بزنیم واقعا. چه کیل جذابی، پاهای طرف رو هدف میگیره. نه گرینید زدنم. بله زانو طرف با رگبار رو از روی زانوش فوت میکنه. خیلی خوب، در بازی پابجی موبایل بعد از نیم ساعت بازی کردن ظرفیت باتری به خودتون ببینین دیدینگ باتری 23% رسید. 7% بعد از نیم ساعت کم شده بود. بیشترین مصرف باتری تا اینجا پابجی داشته. بله مرسی. ونگلوری اجرا نمیشه. دیدین که بازی ونگلوری برای اجرا مثل آسفالت 9 و ریل ریسینگ نیازمند گوگل پلی سرویسه. واسه همین یه بازی مشابهش رو نصب کردم به نام آرنا والر. از طریق APK پیور خیلی راحت نصبش کردم. خب میگه که آپدیت براش اومده، بریم آپدیت بزنیم. امیدوارم از گوگل پلی سرویس نگیره. بله رفت برای گوگل پلی سرویس. خب APK پیور متاسفانه بعید میدونم آپدیتشو داشته باشه، وگرنه از همون اول با آپدیت به همون میدادش. بله آپدیتش نیومده. بریم تو این یکی نرم افزار رینا والر، با تو اینستال کنم. خیرش میگذرم. تستمون رو اینجا به اتمام میرسونیم. خب توی تست دیدیم که عملکرد خیلی راضی کننده ای آنر 9A نسبت به قیمتش داشت. درسته که تو پابجی موبایل گرافیک رو های کوالیتی نمیشد انتخاب بشه، اما همونی هم که بود راضی کننده بود. میزان تکسچر، اسموس بودن یا روون بودن بازی، حتی توی درگیری ها. داغ شدن گوشی هم یه حد طبیعی داشت. به هر حال پنل پلاستیکی داره و سیستم خنک کننده معمولی داره. به قیمتش باید نگاه کنیم، ولی راضی کننده بود. اونطوری نبود که دستتون آتیش بگیره از بازی کردن. میزان مصرف باتری هم همونطوری که دیدید مناسب بود. تقریبا تو هر نیم ساعت تو بازی ها بین 10 تا 15% باتری مصرف میکنه که تو پابجی بیشترین میزان بود. در نهایت به این سوال میرسیم آیا میشه با آنر 9A بازی کرد؟ بله میشه، اما باید کمی سطح انتظاراتتون رو بیارید پایین. به هر حال نمایشگر فول اچ دی نیست و عموما بازی ها روی های کوالیتی اجرا نمیشن و گرافیکی میانه دارن، ولی از لحاظ روون بودن بازی روون اجرا میشه. مصرف باتری هم دوست داشتنی بود. نقاط ضعفش
میشه گفت به چیپست اشاره کرد که تو یک کمی رقم بالاتر گوشی‌هایی هستن با چیپستی قوی‌تر. اما مهمتر از اون نداشتن خدمات گوگل پلی سرویس هست که یه سری بازی‌ها رو اصلا اجرا نمی‌کنه. همونطوری که دیدید آسفالت 9 به هیچ عنوان اجرا نشد، بازی ریل ریسینگ اجرا شد اما قابلیت آنلاین شدن نداشت، بازی وینگلوری هم اجرا نشد. سعی می‌کنم اگر وقت بشه تو یه ویدیو تمامی بازی‌هایی که خدمات گوگل پلی سرویس برای اجرا نیاز دارن رو معرفی بکنم تا بدونید اگر گوشی بعدیتون برند هواوی، آنر یا نووا هست بازی مورد علاقتون رو اجرا میکنه یا خیر. ممنونم که همراه من بودید. بروز باشید آگاه. ارادتمند، اهورا نیازی.